سلام، اسم من میشل بارون است و من در مؤسسه مایند راچدل و هومه به عنوان کارمند توسعه مراجعه کنندگان کار می کنم. من آمدم تا با شما در مورد گروه تندرستی همجنسگراهای زن و مرد، افرادی که هم به جنس خود هم به جنس مخالف گرایش دارند، کسانی که جنسیت خود را تغییر داده‌اند و کسانی که به جنسیت خود مشکوکند صحبت کنم. این گروه تندرستی LGBTQ در مؤسسه مایند منعقد می‌گردد. نقش بنده به عنوان کارمند توسعه مراجعه کنندگان این است که اطمینان حاصل کنم تمام قسمت‌های جامعه بتوانند به خدمات بهداشت روانی که نیاز دارند دسترسی پیدا کنند، زیرا بعضی از افراد به دلایل مختلف موانع بیشتری از دیگران پیش رو دارند. گاهی اوقات افراد LGBTQ دسترسی به خدماتی که ما آن را مسیر اصلی خدمات بهداشتی می‌نامیم را مشکل می‌یابند. تحقیقات اخیر نشان داده که علت این است که افراد LGBTQ بعضی اوقات نامرئی هستند و علت دیگر ترس حقیقی یا مشاهده شده از ننگ و تبعیض است. بنابراین آنها همیشه قادر نیستند کمک و مساعدتی را که لازم دارند دریافت کنند. گروه تندرستی LGBTQ ما محیطی امن و محرمانه ایجاد می‌کند که مردم می‌توانند آنجا ملاقات کنند و خودشان باشند. آنها می توانند با افراد دیگری که به عنوان LGBT شناخته می شوند یا افرادی که به جنسیت و هویت جنسی خود مشکوکند ملاقات کنند. این گروه تندرستی به مردم کمک می کند تا شبکه معاشرت خود را وسیع‌تر کرده، دوست پیدا کنند و از انزوا درآیند. در ضمن مردم اطلاعاتی راجع به خدمات محلیشان به دست می آورند که می تواند رفاه و تندرستیشان را بهبود بخشد. گاهی اوقات سخنرانانی به ملاقات گروه می آیند و گاهی اوقات ما روی موضوعات به خصوص برای گفتگو تمرکز می کنیم. در حال حاضر گروه ماهی یک بار در مرکز تندرستی مایند ملاقات می کند. ما امیدواریم این جلسات را بیشتر کنیم و در آینده حمایت بیشتری به LGBTQ ارائه دهیم. اگر مایلی در گروه تندرستی LGBTQ حضور یابید و در منطقه راچدل ساکن هستید، لطفاً با استفاده از مشخصات تماس روی صفحه نمایشگر با ما تماس بگیرید.